سلام. من نیره هستم و ازدواج کردم. قبل از اینکه ازدواج کنم با خانوادم زندگی میکردم و کم کم بزرگ شدم و رسیدم به سن 26 سالگی. خلاصه با آقای آشنا شدم و ازم خواستگاری کرد. اون توی یه شرکت خصوصی کار میکرد. حقوق درست حسابی هم نداشت. از نظر سنی هم بزرگتر بود. خلاصه ما با همدیگه به تفاهم رسیدیم. پدرم هم راضی بود. جشن عروسی خاصی هم نگرفتیم، فقط یه مهمونی ساده برگزار کردیم. عقد کردیم و رفتیم سر خونه زندگی خودمون. خانوادش هم از ما دور بودن. خلاصه یه خونه ساده داشتیم. منم با همون چیزی که خدا قسمت کرده بود زندگیمو شروع کردم. اون از سر کار می اومد خونه و دوباره میرفت سر کار. هر دومونم تلاش میکردیم تا یه خونه خوب تهیه کنیم برای خودمون و پس اندازم داشته باشیم برای آیندهمون. اون آدم خوبی بود، مهربون بود، هیچ وقت دلمو نشکست. حتی یه بارم به من حرف بدی نزد. ولی لوازمی که تو خونمون لازم داشتیم نداشتیم. یه زندگی مرفه نداشتیم. میگفتم عیبی نداره، اشکال نداره، کنار میام. 6 ماه از ازدواجمون گذشت. یه روز با همدیگه رفته بودیم بیرون و میخواستیم چیزی بخریم. شب بود که با یه آقای محترم روبرو شدیم که سوار ماشین قشنگی بود. لباسش هم شیک و مرتب بود. اون آقا پیاده شد و به ما سلام کرد. من از کنارش رد شدم و رفتم اون ور خیابون. شوهرم هم داشت باهاش صحبت میکرد. بعد از صحبتشون از همدیگه جدا شدن. شوهرم اومد پیش من و اون آقام سوار ماشینش شد و رفت. شوهرم اومد و گفت میدونی این پسر کی بود؟ گفتم نه نمیدونم. گفت این هم کلاسیم بود. خانواده‌شون هم وضعشون خیلی خوبه. الان شرکت داره، خودش هم مدیره. منم گفتم چه عالی. بعدش با شوهرم توی راه قدم میزدیم و برام تعریف میکرد که اون درس خون بوده و همکلاسی من بوده. با اینکه وضعشون هم خوبه ولی یه آدم خاکی هستش. و همش شوهرم درباره اون صحبت میکرد. منم گفتم حالا بی خیال، بیا در مورد خودمون صحبت کنیم. یه عالمه کار داریم که باید انجام بدیم. خلاصه راهمون رو ادامه دادیم و در مورد زندگیمون حرف زدیم و برگشتیم خونه. 3 روز همینطوری گذشت. یهو شوهرم اومد به من گفت میدونی چی شده؟ گفتم چی؟ گفت دوستم به من زنگ زده، گفته بیا پیشم. گفتم برای چی میخواد بری پیشش؟ گفت نمیدونم، باید برم ببینم چی میخواد. گفتم برو ببین چه کارت داره. اونم رفت پیش دوستش. بعد که شوهرم برگشت خیلی خوشحال بود. به من گفتش دوستم گفته که بیا کنار من کار کن و تو مسئول شرکت باش. یعنی هم کارم خوب میشه، هم حقوق خوبی بهم میده. گفتم خدا رو شکر، مبارک باشه. از اون شرکت خصوصی هم اومد بیرون چون حقوق درست حسابی نداشت. دیگه رفت پیش دوستش کار کرد. حقوق خوبی هم بهش میداد. تا اینکه یه روز شوهرم بهم گفت میخوام دوستم با خانواده‌اش دعوت کنم. دوست شوهرم هم یه خواهر داشت که ازدواج کرده بود. منم گفتم هر طور که دوست داری. یه مهمونی بزرگ میگیریم واسه شون. دوستش هم با پدر مادرش زندگی میکرد و مجرد بود. خلاصه روزی که قرار بود بیان خونمون همه چی رو ردیف کردیم. خونه رو تمیز کردم و هر چیز که لازم داشتم رو آماده کردم و تو اون مهمونی سنگ تموم گذاشتم. بهترین مهمونی رو تدارک دیدم. کاری کردم که شوهرم همه جوره سرشو بالا بگیره. یه عالمه غذای خوشمزه درست کردم. یه عالمه دسر، همه چی بود. و یکی از قشنگترین لباسامو هم پوشیدم. مجلس رو برگزار کردیم و از همه‌شون پذیرایی کردیم و شام خوردن. مادر سعید یعنی دوست شوهرم هم زن خیلی خوب و با حیایی بود و با منم کلی حرف زد. خواهرش هم با من صحبت میکرد. خلاصه شامشون رو خوردن و رفتن و حتی برای منم هدیه‌های قشنگی آورده بودن. اما تو اون مهمونی من متوجه شدم که سعید هی با گوشه چشم به من نگاه میکنه. اون هنوز ازدواج نکرده بود ولی خب من اصلا به رو خودم نیاوردم. برام عادی بود و همگی رفتن خونه‌شون. روز بعد شوهرم رفت سر کار. وقتی که برگشت گفت دوستم امروز کلی ازم تشکر کرده برای شام دیشب و گفته زنت غذای خیلی خوشمزه درست کرده بود. واقعا دستپختش عالیه. و گفتش سعید کلی از من تشکر کرده. منم گفتم خدا خیرش بده. خلاصه همه چیز عادی بود. من و شوهرم هم همینطور زندگیمون داشتیم ادامه میدادیم. شوهرم طبق معمول میرفت سر کار
و منم توی خونه کارامو انجام میدادم. تا اینکه یه روز شوهرم اومد به من گفت بیا بریم بیرون قدم بزنیم. گفتم باشه. در حین قدم زدن بهم گفت سعید میخواد تو بری کمکش کنی و با خواهرش بریم ویلا رو تمیز کنی، چون اون گفته کسی رو نمیشناسه که قابل اعتماد باشه، برای همین از تو تقاضا کرده که تو بری، چون کسی هم نیستش اون ویلای بزرگ رو تمیز کنه، به هیچ غریبه‌ای هم اعتماد نداره. میشه تو بری؟ منم گفتم خب نظر تو چیه؟ گفت اشکالی نداره، دوستم آدم خوبیه، حقوق خوبی هم بهم میده، هوامو داره، حتی بیشتر از کارم هم حقوق میگیرم. منم گفتم باشه، هر طور راحتی، مشکلی نیست. همون روزم بهم گفت که راننده میاد دنبالم. راننده اومد دنبالم. وسایلی هم که لازم داشتم برداشتم و آماده شدم. راننده منو برد. دیدم واقعا موضوع جدیه، خواهرش هم هست. یه خانم دیگه هم بود که قرار بود کمک کنه. خلاصه کل روز کار کردیم. شب که شد میخواستن راننده رو صدا بزنن تا من برم خونه خودم، که اون خانم یعنی مادر سعید گفت نه دخترم، امشب پیش ما بمون، هنوز فردا توی ویلا کار داریم. دخترش هم رفته بود. اون خانم دیگه ای هم که برای کار اومده بود رفته بود، فقط مادرش بود. همش هم اصرار میکرد که نرو و اینجا بمون و میگو ببین پسرم میادش به شوهر زنگ میزنه باهاش صحبت میکنه که تو اینجا بمونی. اولش نمیخواستم بمونم چون شوهرم پیشم نبود. منم رو درواسی داشتم باهاشون، نمیتونستم چیزی بگم. میگفتم خاله جان باید ببینم شوهرم چی میگه. اون گفت شوهر سختگیر نیست، من به پسرم میگم که باهاش صحبت کنه. بعد پسرش رو صدا زد و همه چی رو برای پسرش توضیح داد. پسرش هم گفت باشه، من به شوهر زنگ میزنم و همه چی رو براش توضیح میدم. شوهرم هم گفته بود اشکالی نداره، هیچ مشکلی نیست، فردا کارش تموم شد بیادش. دیگه ما نشستیم شام خوردیم. سعیدم اومد پیش ما که شام بخوره. منم میخواستم آخر شب برم تو اتاق مادرش بخوابم، که سعید گفت نه، بهتره که بری توی اتاق دیگه بخوابی و راحت باشی. منم دلم میخواست که برم پیش مادرش بخوابم، ولی سعید گفت مامانم خور و پف میکنه، شب نمیتونی بخوابی، بهتره که توی اتاق دیگه استراحت کنی و بخوابی. منم دیگه هیچی نگفتم. گفتم باشه. همه چیزم عادی به نظر می رسید. رفتم توی اتاقی که قرار بود بخوابم. چراغا رو خاموش کردم. انقدر خسته بودم که سرم گذاشتم رو بالشت و خوابیدم. چند دقیقه از خوابیدنم گذشته بود که احساس کردم یکی اومده توی اتاقم. چراغ رو روشن کرد. بلند شدم و گفتم چی شده؟ منم با یه لباس راحت بودم. سعید گفت میخوام باهات صحبت کنم. گفتم نصف شب میخوای با من صحبت کنی؟ اونم گفت یه موضوع مهمه. گفتم این مسخره بازی ها چیه دیگه؟ پس بگو برای چی گفته بودی که من برم توی اتاق دیگه استراحت کنم. همون موقع شک افتاد به دلم. شروع کردم به فکر کردن. گفتم چی میخوای بهم بگی؟ اونم گفت از روزی که تو رو دیدم حسابی رفتی توی ذهن و فکرم. من ازت خوشم اومده، میخوام باهات ازدواج کنم. بهش گفتم چی میگی؟ من شوهر دارم. گفت از اون مرد جدا شو، با من ازدواج کن. من تو رو تو ناز و نعمت غرق میکنم. ببین چقدر پول دارم، ببین چه خونه ای دارم، همه اینا مال تو میشه. بهش گفتم نه نمیشه، شوهرم مرد خوبیه، من عاشقشم، نمیتونم ولش کنم، هیچ بدی به من نکرده. اون گفت ببین قبول میکنی یا نه؟ گفتم نه من قبول نمیکنم، هر کاری که دلت میخواد بکن، من از شوهرم جدا نمیشم و با تو هم ازدواج نمیکنم. اون دستمو محکم گرفت. من تو اون لحظه از خودم بدم اومد. همش باش جر و بحث میکردم. اشکام سرازیر شده بود. اونم همش بهم میگفت ساکت باش قبل از اینکه مادرم چیزی بفهمه. من تو رو میخوام و باهات هم ازدواج میکنم. تو باید از شوهر جدا بشی. منم بهش میگفتم هرگز این کار نمیکنم، هرگز از شوهرم جدا نمیشم، هر کاری که دلت میخواد بکن. خلاصه اون شب اصلا خواب به چشمم نیامد. مادرش هم هیچ چیزی نفهمید. سعیدم صبح به من گفت اینجا میمونی یا نه؟ مادرش هم به من میگفت دخترم پیش ما بمون. منم میگفتم نه خاله، بهتره که برم. حالم هم واقعا بد بود. راننده اومد و منو برد خونه. رسیدم خونه و دیدم شوهرم هنوز سر کار نرفته، چون من صبح زود برگشتم خونه. شوهرم هم گفت چرا اومدی؟ گفتم حالم بده، اصلا هم نتونستم شب بخوابم.
گفت از قیافت معلومه که چی گذشته. شوهرم هم گفت میخوای ببرم دکتر؟ گفتم نه لازم نیست، فقط یکم دارو میخورم و میخوابم. اونم گفت باشه، منم میرم سر کار، مواظب خودت باش، اگه چیزی شد به هم زنگ بزن. گفتم باشه، برو سر کار. شوهرم هم رفت. من هنوز داشتم گریه میکردم چون نمیتونستم چیزی بگم. احساس کردم که به شوهرم جفا کردم. خلاصه رفتم و خوابیدم. شبم که شوهرم اومد داشتم واسش غذا درست میکردم. حتی نمیتونستم به چشاش نگاه کنم، عذاب وجدان داشتم. خلاصه اون روز گذشت. فرداش دوباره شوهرم رفت سر کار. منم تو خونه نشسته بودم و اشک میریختم تا اینکه یه شماره ناشناس برام پیامک اومد. پیامای پر از ابراز علاقه. همون موقع فهمیدم که خودشه. با خودم گفتم چطوری شماره‌مو پیدا کرده. جوابشو ندادم، پیاما رو پاک کردم، شماره‌شو حذف کردم. خلاصه همون موقع فهمیدم که این آدم قرار نیست دست از سرم برداره و ممکنه برام دردسر درست کنه. دوباره چند دقیقه بعدش از همون شماره برام پیام اومد. بهم زنگ زد. جواب دادم، گفت میدونی من کیم؟ گفتم چی میخوای؟ آره میشناسم. میدونم کی هستی. گفت ببین، راجع به اون چیزی که بهت گفتم فکراتو کردی؟ من میخوام باهات ازدواج کنم. منم گفتم بهت که گفتم هرگز باهات ازدواج نمیکنم، هرگزم از شوهرم جدا نمیشم. اون گفت حالا صبر کن، این ویدیو رو واسات میفرستم ببین. همون موقع تماس رو قطع کردم و یه ویدیو واسم فرستاد. ویدیوی خودمون بود. دوباره تماس گرفت و با هم دیگه صحبت کردیم. گفتم خجالت نمیکشی؟ از جون من چی میخوای؟ گفت من تو رو میخوام، دوستت دارم، نمیذارم با اون بمونی، باید با من ازدواج کنی. اونم از خودش فیلم نگرفته بود، فقط از من فیلم گرفته بود. همون لحظه فهمیدم که چه بلایی سرم اومده و نمیدونستم چطوری باید از این وضعیت خلاص بشم. خلاصه تماس قطع کردم. همش با خودم فکر میکردم که چه کار کنم. با خودم میگفتم ولش کن، اون کاری نمیتونه بکنه. اما بعد از یه مدت شوهرم وقتی که از سر کار برمیگشت عصبانی بود. حتی یه شب شوهرم بهم چرت و پرت گفت. با این حال هیچ وقت بهم چرت و پرت نگفته بود. منم میگفتم چی شده؟ گفت کارم زیاد شده. دیگه هم شوهرم کنارم نبود. همیشه هم من تنها بودم. حتی جوری شده بود که شوهرم جلو بقیه منو کوچیک میکرد. نمیدونستم چرا اینجوری شده. منم هیچی نمیگفتم. هر وقتم که خونه میومد بی دلیل عصبانی میشد و همه چی رو سر من خالی میکرد. واقعا هم نمیفهمیدم که چرا شوهرم اینجوری شده. این وضع ادامه داشت تا اینکه یه روز خیلی دلم گرفت. کل روز تو فکر بودم. همون موقع سعید دوباره بهم زنگ زد و بهم گفت اون فیلمو برای شوهرم میفرسته. دیگه هم از کار شوهرم خسته شده بودم چون همش قر میزد و بحث میکرد باهام و منو اذیت میکرد. دیدم دیگه نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم. گفتم اگه این فیلمو براش بفرسته دیگه آبرو برام نمیمونه. خلاصه خودم رفتم پیش شوهرم و گفتم باید از همدیگه جدا بشیم. دیگه نمیخوام باهات زندگی کنم. اونم اولش قبول نمیکرد. میگفت چرا؟ چی شده؟ گفتم مشکلاتمون خیلی زیاد شده. دیگه نمیکشم. دیگه تحمل ندارم. یه مدت گذشت تا بالاخره گفت باشه، از همدیگه جدا میشیم. همون موقع هم از سعید پرسیدم با هم ازدواج میکنی یا منو بدنام میکنی؟ گفت نه ترس، وقتی که عدت تموم بشه باید ازدواج میکنم. خلاصه جدا شدم و وسایلمو جمع کردم و رفتم خونه بابام. خانوادم نفهمیدن که چی شده. فقط منم گفتم که با هم دیگه نساختیم و تفاهم نداشتیم. توی خونه بابام موندم تا عدتم تموم شد. سعیدم هر روز بهم زنگ میزد که عدت کی تموم میشه. خلاصه بعد از اینکه عدتم تموم شد اومد خواستگاریم. یه نامزدی بزرگ برگزار کرد. خانواده‌ش هم اومدن برام کلی لباس و طلا و یه عالمه وسیله خریدن. عروسی مفصلم گرفتن. دیگه چیزی واسم کم نذاشتن. خلاصه رفتم توی ویلاشون با مادرش زندگی کردم. به مادرش هم وابسته شدم. خودش هم خیلی خوشحال بود که من باهاشم. با همه اینا توی دلم هنوز حس بدی داشتم به خاطر اون اتفاق بد که از یادم نمیرفت. ولی دیگه کاری نمیتونستم بکنم. انگار سرنوشتم این بود. خلاصه باهاش زندگی کردم و بچه دار شدم. اونم خوشحال بود. مادرش هم خوشحال بود. یه دختر به دنیا آوردم و واسم حسابی جشن گرفتن.
الانم دارم باهاش زندگی میکنم. شوهر سابقمم بعد از اینکه از همدیگه جدا شدیم از اون کار اومد بیرون و رفت یه شهر دیگه. الانم دارم باهاش زندگی میکنم، شکر خدا چیزی کم ندارم و همه چی دارم. مادرش هم منو خیلی دوست داره، منم اونو خیلی دوست دارم و سعیدم دیوانه‌وار عاشقمه. و این بود ماجرای زندگی من.